با هم عروسی کردیم. ما خو هیچ خبر نداشتیم. های کدام روز شما عروسی کردین؟ ما خو هیچ خبر نشدیم. شما عروسی کردین ها؟ خداوند خوشبختشان کنه چی بگوی؟ نه امکان نداره. چه وقت عروسی کردن ها؟ جانم هر طرف می رفتن ای قسم گشتن مناسب نبود. حالا ای قسم بهتر شدن علی هانجا. چت یاد نگو سیفتا. تو چی وقت عروسی کردی؟ عروسی چی؟ بله دکتر، ما با هم عروسی کردیم. سیفتا بیشتر از این پود کردن هم میتونستیم نی؟ من زن علی هستم. دروغ است. تو دروغ میگی سیفدا. کتی یادم عروسی نکدی. میفهمم دروغ است. نکو. به خاطر نجات دادن یادم دروغ نگو. خودت آتش ننداز. سر خود ظلم نکو سیفدا. چی میشه؟ لطفا نکو. اینا عروسی مروسی نکدن. به خاطر که روی بیادبی خود پرده بندازن تو میگن. هنوز حتی پدر و مادرشم خبر ندارن. به خاطر که مردم منطقه در اینجا جمع شدن و فقط به خاطر نجات دادن یادم دروغ میگم. میفهمم. البته دیگه. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. چرا دروغ باشه جانم؟ عروسی کردن دیگه. اما تو نیست علی خان جان. یعنی ای که دروغ میگن نمیفهمم، اما از وضعیتشان معلوم میشه که عروسی نکردن. به خاطر که عروسی کردگی معلوم شوند با چه قسم باشن نفهمیدم. دروغ میگی دخترم، دروغ میگی. دروغ. این دیگه چه قسم عروسی است که ما خبر نداریم. نمیفهمم با خدا. البته کارسازی کردن. چی وقت عروسی کردن که ما خبر نداریم؟ منطقه با ما برو نمانده. این دختر چی میگه؟ چی وقت عروسی کردن؟ تو چی چت یاد میگی ها؟ ملالی، اصل و اساسی قضیه چی است؟ سیفدا یعنی دروغ میگه. ها؟ نه که دروغ میگه. با ما واضح بسازین. سیفدا راست میگه کاکا علی ها. ما و سیفدا عروسی کردیم. حال داخل میرم و دروازه‌رم بسته میکنم. وقتی دوباره باز کردم، اگر یکی شماره در اینجا دیدم، بازی قسمم رویتان گپ نمیزنم. های تبریک باشه. های خدا خوشبختتان بسازه.
دویگو دخترم صبر کن. کیره میگم دخترم دویگو. سیفدا چطور تونستید یک کار کنی؟ چطور تونستید یک دروغ بگویی؟ وقت مردم به منطقه نمیخواستم درباره کدام فکر بد کنه. خب مام یک دفعی او گپ از دانم برآمد دیگه. همین قسم یک دفعی از دانت برآمد؟ این گپ نیست که مت یک دفعی از دانه کسه برای سیفدا. گفتی عروسی کردیم، زن و شوهر هستیم. خب گفتم دیگه چی میشه؟ تحمل نتونستم که از خاطر من در وضعیت سخت قرار بگیری. یعنی به خاطر که خواستم تو رو نجات بدم. چرا نمیخوای درک کنی؟ با دروغ هیچ چیز نجات پیدا نمیکنه. اگه تو هست پس چرا خودت دروغ گفتی ها؟ چی دروغ گفتی؟ خب گفتی دیگه نی؟ اگه قدر راستگو هستی میگفتی که ما عروسی نکردیم نی؟ سیفدا ما به خاطر که در وضعیت بد قرار نگیری و قسم گفتم. اینو دیدی دیگه؟ عین چیز است نی؟ عین چیز نیست سیفدا، عین چیز نیست. یعنی چی که عین چیز نیست؟ من به خاطر که تو در وضعیت سخت قرار نگیری و قسم گفتم. اگه نی او قدر علاقه نداشتم که بگویم ما عروسی کردیم، فهمیدی؟ فقط یک دروغ بود و یک عروسی تقلبی است و خلاص. گپ بزنه. تاکاجی کجاست؟ ها؟ او نامرد پست بی غیرت در کدام سراخ پد شده؟ بگو لعنتی. گپ بزن. بخیز از جایت. بخیز. گپ بزن. بخیز. بگو. گپ بزن. نامردم من از خود تیر هستم. خداوند جزای شما را بده. امرای من یک دختر بود. دختر میفهمی یا نه دختر؟ چطور شما حمله کردین؟ چطور جرأت کردین؟ کسی که در این دنیا یک ذره عقل داشته باشه این قسم یک کار نمیکنه، اما شما خو عقل ندارین. چی قسم بی غیرت مردم هستین؟ برام بگو. گپ بزن. بگو. چه جریان داره؟ اکرم ایره بلند کن. بخیز لوده. بلندش کن طرف ما ببین. گفتم بخیز دیگه لاش. پیلوت چی گپ است بیادر؟ موضوع چیست؟ ودت تا بالا کجا گم بودی؟ کجا بودی ها؟ ای آدم را که تو پیدا نکدی بعض دوستای ما پاکت کده روانش کردن. تو کجا بودی ودت؟ کی روانش کده پیلوت؟ کسی که آدم پاکت کده با ما روان کده امکان داره که دوستای ما باشن. واضح است که تاکاجی میخواین بیشتر دشمن شوی. تو چی گفته میری؟ ها؟ چی گفته میری؟ ای آدم ها سر حریم خصوصی ما حمله کردن به خاطر که دشمن شون. تو کجا بودی؟ اونا شاید پشیمان شده باشن بیادر. تو هم راست میگی. های چطور در فکر من آمدی گب؟ حالا برو در فکر من خون آمد. حداقل تو خود در فکرت آمد چطور؟ ای که من اصلا پشیمان نمیشم. میفهمی دیگه؟ ها؟ یک چیز دیگر هم فراموش کردی بدت. اگه انگشت من دماشه باشه باز من آرام بودن نمیتونم. میره بفهم. پیلوت اکرم ایره بگیرین از دروازه پشت سر ببرین کسی نبینه. در پیش روی یکی از گدامای تاکاجی بندازینش. فهمیدی؟ پیلوت صبر کن. واضح است که کار به یک نقطه رسیده که هیچ راه برگشت نداره. پیش از اینکه تاکاجی نفهمیده که آدمش کشتیم باید تاکاجی را بکشیم. این حال صحیح شد بچه. سیفدا در گپ عروسی دروغ مروغ بودن نمیتونه. عروسی یک تصمیم بسیار بزرگ است. کدام بازی طفلانه نیست. یعنی ای که به هر کس دانه اعلان کردی که ما عروسی کردیم. کجای از این راست است؟ خب گفتم دیگه چی خود شد؟ تیرش کردیم نی؟ به یک مدت هم به قسم فکر کنن. نه که تو
از این که عروسی ما تقلبیست ناراحت شدی؟ سیفدا من چی میگم تو چی میگی؟ به این کار باید یک راه حل پیدا کنیم. چی قسم باید یک راه حل پیدا کنیم؟ نه دیگه این خو نمیگی که واقعا باید بریم عروسی کنیم ها؟ به این گپ دیگه چی ربط داره سیفدا؟ البته که میریم با کلگی میگیم که ما با هم عروسی نکردیم. یعنی میخوای من دروغگو بکشی؟ سعیس دروغگو بکش. اما خودت چی؟ تو هم در پیشوری کلگی گفتی بله ما عروسی کردیم نی؟ دروغ خودت چی قسم توضیحات دادی؟ بگویم طلاق گرفتیم چطور؟ بگویم طلاق گرفتیم؟ بله میگیم اصلا طلاق گرفتیم. تو خود میگفتی با دروغ چیز جور نمیشه. یا هم خود یک دروغ دیگه است نی؟ اگه دروغ از دروغ باشه بیازو ما با هم عروسی نکردیم سیفدا. اگه عروسی نکردیم باز نیازم نیست از هم طلاق بگیریم. یعنی منظور طلاق تقلبی؟ عروسی خود جدیست. پس طلاق گرفتن جدی نباشه چطور مناسب؟ ببین سیفدا حال هیچ وقت مذاق نیست. ای که حالا چی کنیم دی باره فکر کن. سعیس گپ تو را میکنم. میگم طلاق گرفتیم اما باز اون وقت من از این خانم میرم فهمیدی؟ نه ایت یک چیز امکان نداره. به خاطر دمن بودنت باید تو دم اینجا باشی، خصوصا بعد از اون اتفاقی که در نمایشگاه افتاد. دیگه هیچ وقت برات اجازه نمیتون. سعیس اما در این صورت مجبور مردم ما را زن شوهر فکر کنن. اگر نه دیگه رقم در این خانه بودن نمیتونم. بله خاله خیریه باید هر چی زودتر اینجا بیاین. چی گپ شده توکچه؟ سیفدا کتالی عروسی کرده. چی؟ عروسی چی ها؟ چی شده خیریه؟ من وقتی شنیدم زیاد تعجب کردم، حتی باورم نشد. اما فعلا سیفدا کجاست؟ در خانه علی. اینم از زود میایم. درست است. گفتم چی گپ شده زن؟ چیزی که فکر میکردم همون بلا سر ما آمد. خانم چی شده بگو زود شو. من خو هیچ نفهمیدم. امیال توکچه در موبایل گفت که علی و سیفدا عروسی کردن. چی؟ چی جتیات است توکچه؟ سیفدا چی توی قسم یک کار کرده میتونه؟ آقای کار آرام باشین. باور کنین مام چیزی را نفهمیدم. چطور نفهمیدی توکچه؟ کلی چیز تو پلان کرده بودی. به خاطر که جدا شون کل مردم با جانشان روان کردی، اما کلی چیز بدتر شد. حال مردم میگن که با هم عروسی کردن. ببینین به نظر مام 100% دروغ میگن. دروغ است. من همیشه در کنارش هستم. همیشه کتی سیفدا یک جای میباشم. چی وقت با هم عروسی کردن؟ اگر عروسی میکردن باز من خبر میشدم. ما این آدم چی قسم از بین ببریم؟ ها؟ این آدم کرموش واریست. ای که چی وقت از کدام سراخ میبره هیچ معلوم نیست. ما او را از سراخش بیرون میکنم. چی قسم بیرونش میکنی ودت؟ با تاکاجی زنگ زده. برش میگم که میخوایم تو را بفروشم برش. باور نمیکنه بچه، باور نمیکنه. در این دنیا هیچ کسی، هیچ یک از بندای خدا باور نمیکنه که تو بخوای مرا بفروشی ودت. باور خواد کت پیلوت. برای که تو بچی اصلی پدرم نبودی، اما او تو را از مکده زیاد دوست داشت. اما یگان گپا به یک شکل برش میگم که من این وضعیت قبول کردن نمیتونم. برش میگم که به خاطر نجات از تو بسیار وقت است که برات پلان میسازم. یعنی به درد میخوره؟ میخوره. به درد میخوره. فریبش میتونم. سر تا ده پتنوس طلایی برش تقدیم میکنم. دانش اوقات زد. فکرش مخشوش میشه. با تاکاجی زنگ زده. برش میگم که در یک جای نامعلوم میبینیم. ده همونجا او آدم از بین میبرم پیلوت. درست است بیادر؟ درست است. در او صورت خیلی تو ارتباط تا برقرار کن. امرایش ملاقات کن. اگه فریب بخوره از چی بهتر. وقتش که رسید مغزایش باد میکنم با فامیل گپا. فقط تو موقع مساعد گوه داد دیگه شب ما بان. ای قربان خدا شو من سعی که چی یک طالعی دارم.
مادر یک دقیقه اجازه بده اعصاب ما آرام کرده بیایم، درست است؟ خانم دیگو، خانم دیگو، خانم دیگو، خانم دیگو، خانم دیگو، خانم دیگو، خیریت باشه. کجا روان هستی؟ شما خوب هستین؟ خوب هستم، لطفاً از پشتم نبیا. خانم دیگو، اما زیاد خوب معلوم نمیشن. گفتم خوب هستم، لطفاً مرا راحت بان. پیلوت بیادر ایزگی را دیدین چطور؟ نه ندیدیم. ما که از او چی داده گرفتارم که ببینم. خانم دیگو، خانم دیگو، پیدایش کردم. ایزگی خدا دادا پیلوت دیدی یا نه؟ دیدم. تو مرا دیدی؟ دا کجا دیدیش؟ دا اونجا گک از پشت دیگو خوار تیز میرفت. تو دیگو خواهر بیبی باز میگه که من کتش کار ندارم. ایزگی تو زیادتر چی را خوش داری؟ تنهایی را. ما هم تنهایی را زیاد خوش دارم. با هم یک جا تنها باشیم؟ به خاطر تنها بودن یک جای خوبه بلد هستم. باور که جای خوبیش هست. خدا داد تو فکایی گفته رایستی؟ نه نمیگم، اما فکایی هم یاد دارم. برات فکایی بگویم؟ نه درست سال کار دارم، درست از خدا داد بدن باز. چقدر وقت بود؟ وقت زیاد، حتی به اندازه که هیچ وقت فکرشم نکردی. فکرش که نتانم باز هیچ وقت تو قدر وقت نیست. بالاخره فهمیدی. چی را فهمیدم؟ درست از خدا داد. حالا دیگه من میرم، درست از من کار دارم. هیچ وقت میخوایم تنها باشم، فهمیدی؟ خدا داد میخوایم تک و تنها باشم، فهمیدی؟ فهمیدم، البته که فهمیدم. چرا برام تکرار میکنی؟ نه که احمق هستم. زیاد دختر مقبول است، اما کمک ساده است. ساده و ساده، اما در ساده بوده رو مقبول است. قندولک من کمی دیر گپم میفهمم. خیلی قصش نشو، من امروزو جور میایم. جانم است. چی جریان داره بداد؟ خبر شدیم پول محصولات به افراد ما تسلیم نکدی. پول دادن آسان است تا کجی. مشکل دیگه وجود داره. پیلوت سر ما شک میکنه. او مشکل تو است وداد جان. رئیس تاکوچی با شک نه، با معلومات کار میکنه. کت تو یک تفاهم کدیم یادت است یا نه؟ پول را که وعده کده بودیم او را باید وقت تسلیم میکدی که پیلوت نفهمه سرت. پیلوت از کار کردن امرای تو امروز نه، اما یک روز خبر میشه. چشمش همیشه طرف ماست. برات میگم که هر لحظه امکان داره امر حمله را به تاکوچی. خواهی از ما چی میخواهی بداد؟ با کمک ضرورت دارم. باید همدیگه را ببینیم. فهمیده میشه که ترس مرگ تو را از کار انداخته ودت ترسو. خوب که پس میبینیم. متوجه باشه که پول یادت نره. درست است. دیگه چیزو را در واتساپ برات روان میکنم. ملاقات تنظیم کرد. تاکوچی ساعت و جایش روان میکنه. منتظرش هستم. هستین؟ نیستم.
زیاد درد میکنه. اینجا بیشی. ما و سیفدا با هم عروسی کردیم. اگه میخوایی باز پیش دکتر بریم. چی گفتی؟ نه، چیز نیست که مربوط دکتر شد. اما میخوری علی؟ نه، زنده باشی. علی تو کجی پشت نفر روان کرده بود نه که با هم جنگ کرده؟ بله، هنوز نو شروع کردیم. حساب هر کار را که کده دانه دانه ازش پرسان میکنم. گوش علی، ما با این خاطر نامو رو ندادم که با هم جنگ کنین. او یک شبکه داره که در بین مردم زیاد نفوذ کرده. مرمیره که سرو فیر میکنی فقط خونو را نمیرزانه. خیلی و صورت کار به انجام دادن نیست آقا کرد. از کم کم از زیاد میره. بعد از این لحظه تا کجی دیگه از دستم نجات پیدا نمیکنه. اول خو حساب بود جسد ساختگی رو میپردازه، بعدش هم کار را که امرای سیفدا کرده. علی چرا نمیفهمی؟ بیازو همه چیز واضح است. در پشت سیفدا به خاطر آدم انداخته که میخواست تو پشت او جسده که روان کرده بود طلا کنی تا به او نرسی، اما تو پیداش کردی. سیفدا بعد از این دیگه در خطر نیست. کلش به خاطر بود که ما را به جان هم بندازه، اما موفق نشد. اگر تو سر او حمله نکنی بازو سر تو حمله نمیکنه. علی بیبی یک چند روز به ما اجازه بده، ما به حساب تاکاجی میرسم. ما خودم میخوایم حساب از رو یک طرفه کنم. آقا کرد شما تشویش نکنه. خبر شدم کمرای پیلوت یک جای کار کرده. به خاطر که به سیفدا کدام ضرر نرسه پشتش ایلا کرده بودم، اما فعلا نظر به ای که سیفدا دم نیست. دول این فرصت به دیدن اون میرم. اگه مشکلش انداختن ما به جان هم باشه باز حسابی کارشم خود پرداخت. بر علاوه حتما درباره بیادرم هم کدام چیز را میفهمم تا که تانسته با جسد ساختگی مرا به دام بندازه. شاید هم واقعا بفهمه که بیادرم فعلا در کجاست. اگه میخوایی که به ما کدام خوبی کنی آقا کرد باز تا کجیره به ما پیدا کن. در پالیدن و بنا حق مرا مصروف نساز. علی مای بعدی را دقت نمیتونم. تا کجی خو مهم نیست، اما کسایی که در پشت او هستن مهم است. نمیخوایم که تو زندگی تأسیس بتی. اگر به تعقیب تا کجی ادامه بتی با چیزی که سرت میایه همین یکی کی در تابوت جسد کی را پیدا میکنه ایره خاطفه میدیم آقا کرد. علی با تشکیلات بر نمیگردی، از تصمیم خود منصرف نمیشی. اگر سر تا کجی حمله کنی با سو وقت تو را نجات داده نمیتونم. یا زندانی میشی یا به قبرستان میری. از کار خود پشیمان خود شدی علی، نکوی کاره. من حالا دیگه درباره خود فکر نمیکنم آقا کرد. فقط یک جان از خداوند قرضدار هستم که برش بودم. یک کار کرده حتما باید مانی علی شود. نباید بانم که از پشت او آدم بره. رئیسای وضعیت زینب خراب شده در شفاخانه است. زود باش که بریم. علی با هم گپ زدن میتونیم؟ البته.
مشنوم. حالا خب میفهمی از این به بعد مسئولیتات زیادتر شدنی؟ چطور یعنی؟ خب ما با هم عروسی کردیم دیگه. نیک عروسی مساختگی نیست؟ بله این عروسی خود ساختگی است، اما فعلا کلگی خود حقیقت فکر میکنن، همونطور نیست؟ خب حالی چی مونا میته؟ خب حالا این مونا رو میته که از این بابت دیگه نمیتونی سر به خود کدام کار کنی. سیفدا منظورت نفهمیدم، برام واضح بگو که چی میخوای. جانم دایی چی که پس که نفهمی ها؟ به تو مسئولیت یک مرد عروسی شده را یادآوری میکنم، فقط همه قدر دیگه. فهمیدم. یک معلومات دگان با دست آوردم. دیگه زندگی ده خطر نیست، یعنی دوالین فرصت با مردم حقیقتا گفته از عروسی ساختگی نجات پیدا میکنیم. سیفدا درست است؟ یعنی تو میخوای از من نجات پیدا کنی ها؟ سیفدا من قسم گفتم؟ کاملا گپ دلت گفتی. سیفدا چی گپ است؟ پایت چطور شده؟ کمی دردش خوب شدنی یا نشده؟ خوب نشده. فکر کنم هیچ وقتم خوب نمیشه. خوب میشه. ما چی دردایی را که ندیدیم خانم دیگو. کلش گذشت. حتی یک روز در زد و خورد در شانه من مرمی خورد. خودت هم شاهد هستی. وقت زخم آدم گرم باشه باز هیچ حس نداری، اما بعدن باز بسیار درد میکنه، بسیار زیاد. منظورم از زد و خورد یعنی که مربوط من نمیشه. وقتی دیگر با هم دیگه جنگ میکردن باز من در بینشان آمدم. مرمی کار است دیگه، چیشم خونه داره که بفهمه کدام سو میره. یعنی منظورم ایست که هیچ دردی تا زنده هستی دوام نمیکنه خانم دیگه. یعنی شما فکر میکنین که نمیگذره اما ترس؟ ما به او خاطر قسم یک چیز گفتم. اما بعضی دردا او قسم نیست. میفهمین انسان یگان وقت داتی یک درد بند میمانه که حتی نمیخواه که او درد بگذره. قسم برش معلوم میشه اگه او درد بگذره باز چیز برش نمیمونه. یعنی اما قسم است. تو هم راست میگی، اما یگان وقت انسان باید زهر را که در درونش از کشیده دور بندازه. باید به اندازه جسور باشه که بتونه جسدارم دفن کنه. بالاخره هر آغاز جدید یک قربانی میخواید. ما اینقدر جسور نیست. سیفدا
اگه من میخواستم از تو نجات پیدا کنم باز نصف شب به خانه آمده تو از اونجا گرفته اینجا می آوردم تو مرا غلط درک کردی من برای تیره گفتم که باید از این موضوع عروسی ساختگی خلاص شویم نگه نیم تو را تو مرا چی؟ من به تو زیاد ارزش قائل هستم سیفدا بی دی کارا هیچ مذاق نمیشه تو درباره زندگی من میفهمی در زندگیم هر کسی که بود کلشانه دانه دانه از دست دادم بعدن یک بار دیدم که قلبم به یک صحرای خشک تبدیل شده بیا پیش بیا پیش گفتی اینجا بیا بیا که تو را بگیرم اوی خوش آمدی پشکک وای چقدر تو شیرین هستی بیا که کم تو را نوازش بدم وای چقدر چشمایت مقبول است جان پشکک مقبول برو ایلا کو ایلایم نمیکنه از تو خوشش آمده پیش تو باشه هیچ چیز نگو نباید ناراحتش بسازی بان که باشم اونجا برو دیگه پیش کاکا بچه میلایش نکنی این طرف نهی من میترسم ازتش کنی حالا برو دیگه که نوازشت بده نه یا این طرف حالا برو دیگه برو نه یا تو چرا پیش ما میایی تو از پشک میترسی؟ کی من؟ نه بیا پشکک بیا آقا از تو میترسه کلان آدم بسیار بد است که از یک پشک خود بترسی کمی اگه میفهمیدم که به این خاطر مقبول خنده میکنی باز از سایه خودم میترسیدم خانم دیگه یک همی کم بود کی است؟ خانواده تو چی؟ ای وای حالا چی کنیم؟ یعنی چی که چی کنیم؟ وقتی که او دروغ هم میگفتی با مردم باید ای باره فکر میکردی اوف الان وقتش هست چی سر ما با وقتش آمده کی بیایه؟ خب چی کنیم دم اینجا منتظر باشیم؟ آفرین مفکوره خوب است به زنگ زده از اینجا خواد رفته خانواده تزروسی کردنت خبر شدن تا پشت دروازه ما آمدن اگه ما براشان واز نکنیم تک تک کده پس میره پلان دمی است خیلی چی کنیم؟ چی کنیم سیفدا؟ دروازه رو واز میکنیم تو هم کل چیزه براشان میگی صبر باز چی شده؟ سعیز هر چیزی که میشه بان شود خوب است خودت مرا کمک کن خوش آمدین سیفدا تو ده اینجا چی میکنی؟ چی گپ شده دخترم ها؟ چی کردین؟ حالا بیا که بریم ما در یک دقیقه آرام بوده میتونین؟ آرام چی دخترم؟ آرام چی؟ ای ما چی مشنیم دخترم؟
سیفتا جان حالا دیگه حالا بگو که دروغ است. سعیس شما یک بار داخل بیاین باز ما براتون کل چیزم میگم. سعیس لطفاً حالا میگم براتون حالا بیاین. بفرمایید. ای که از پشک بترسی هی گپی در فکرم نامده بود. خب چرا از او میترسی؟ یعنی کدام دلیل داره؟ نمیفهمم، یعنی حتی یادت از طفولیت برام مانده. مام چیزی نمیفهمم. اینجا 6 تا اولیمو بخوریم. درست است. بفرما. چای، 2 گیلاس چای، 1 ناشتا. بیادر 1-2 گلاس اولیمو خو بیار. نه درست است میارم. خیر ببینی. دیگو خانم گفتنش چی شد؟ حال دیگه فکر میکنم نیاز نیست. منظورت از حال چیست؟ یعنی حال دیگه کمی زیادتر با هم صمیمی شدیم. بله اما کمه. ازی بیشتر هم صمیمی شدم میتونیم؟ به نظر من همینقدر بس است. خیر ببینی. اولین روزی را که با هم روبرو شدیم به یاد داری؟ نه به یاد ندار؟ چرا پرسان کردی؟ هیچ، اما تو اوی لیمو اینجا بسیار مزه‌دار است نه؟ بله خوشم آمد. تو هم بسیار زیاد مقبول هستی دویدو جان. سفدا جان مادر بگونه چی گپ است؟ چی شده بگونه؟ حالا دخترم چرا چوب هستی؟ گپ بزن زوچو. خدایا حالا من چی کنم؟ اگه برشان بگویم دروغ از باز مرا در این خانه نمیمونن. اگه برون باز علیام خیسته پشت تو آدم میره. اگه علی را بکشن چی؟ تو بیازو به خاطر که از مردم منطقه ترسیدی دروغ گفتی نه؟ غیر از این دیگه چیزی را عقلم قبول نمیکنه. سفدا حالا منتظر چی هستی؟ بگو برشان. من میخواستم به شما بگویم. چی را میخواستی بگویی؟ چی را؟ جانم بگونی که دروغ گفتیم. بگو که راحت شویم. فهمیده شد. در اینجا ای چیز نمیگی. حالا بخیز به خانه خود میریم. در اونجا باز گپ بزن. سعیس من کل چیزا میگم براتون. کل چیزا میگم. نمیخوایم زندگیت از بتی علی. اگه به تعقیب تا کجی ادامه بتی باز نتیجهش همی است. سعیس من کل چیزا براتون میگم. بگو که دروغ است. این گپ عروسی دیگه چی است دخترم؟ این قسم هم کس دروغ میگه. وقت توکچه برام گفت باز گفتم حتما اشتباه کرده. حالا بگو دیگه.
بله کل چیز راست است. ما و علی با هم عروسی کردیم. سفدا میشه آشپزخانه با هم گپ بزنیم؟ آی حالی گریان خود کردم. تا آشپزخانه خواستش دیدین مقلم هست دست میدم. سالی کاری کن لطفاً. کوکسال یک چیزی بگو. زینب جان؟ نه دیگه باور کردن نمیتونم. دکترتان آمد. تو هنوزم ده اینجا هستی؟ توی چپن از کجا کدی؟ چی کنم نماندن که پیشت بیایم. باید از خودگیت می بودم که اجازه می دادن. اما هم دکترت شدم. به خدا ما زیاد بد تشویشت بودم. حالا خوب هستی نشکر؟ خوب هستم تشویش نکن. زیاد به خدا ترسیده بودم بسیار زیاد. چی مشکل داشتی؟ چرا یک دفعه یک قسم شد؟ کدام مشکل ندارم. فقط فشارم کمی پایین آمده بود. یگان وقت همین قسم میشم. حالا دیگه حال تو برو. حالا چطیات نگو دیگه. من هیچ جای نمیرم. پدر گفتی؟ سفدا بیبی چقدر خوب است دیگه. جانت در خطر نیست. کل چیزا میگفتی برشان. این دروغم خلاص میشد و میرفت. تو چرا بازم به خانواده دروغ گفتی؟ چرا برشان راست نگفتی؟ گفتن نمیتونم. به خاطر چی؟ چی شده؟ نیک عادت دروغ گفتن یاد گرفتی؟ به هیچ چی ربطی داره علی؟ در اون صورت خیلی چی مقصد داری سفدا؟ بلیاز خدا میشه برام دانه دانه توضیح بدی؟ خب اگه ما حالا به مادرمشون بگوییم که عروسی ما دروغ است، باز وقت چی خواهد شد؟ باز وقت چی خواهد شد؟ چی خواهد شد؟ خب من در اینجا نمیمونن دیگه. گرفته پس به خانه اویگار میبرنه. تو میخوایی که مرا به خانه اویگار ببرن؟ حالا به اویگار دیگه چی ربط داره سفدا؟ حالا چی دیگه؟ خب اگه برشون بگویم که عروسی ما دروغیست، باز مردم و منطقه خبر میشه. این بار واقعا دروغ ما افشا میشه. به مردم و منطقه در این باره چی قسم توضیح بدیم؟ مردم منطقه مشکل ندارن. این موضوع حل میشه. اما موضوع ماندن در خانه اویگاره دیگه باز نکنی لطفا. خب باز بعدش دیگه اجازه نمیتن که در خانه توکچان باشم نی؟ ببین کارو درست انجام میدیم همون نیست؟ سفدا از برکت تو حالا دیگه راست و دروغ از پیش ما هم گد خورده. تو صبر داشته باش. من در صحرایت باران خواهد شدم. دخترم سیس من که اونا گپ زده روانشان میکنم. سیس تو تشویش نکن. این کاره به خودم بان. خب درست است روانشان کن. پس ما میرم دیگه. نمیشه. به خاطر چی نمیشه؟ به خاطر چی نمیشه؟ خود تو کجا میری؟ به دکان خود. فقط به دکان میری علی؟ سفدا بلیاز خدا بس کو دیگه. خب ده این صورت خی نبینم که سرحدت باز از کدام جای دیگه برای هرچی شما عمل کنین. البته که عمل میکنم. هرچی نباشه ما با هم عروسی کردیم نه؟ حالا بیا دیگه. آقا دکتر بدون گپ زدن کجا میری؟ ما حالا وضعیت دخترم چطور است؟ روز بخیر.
نه که نمیشنوی. من چی گفتم دکتر صاحب؟ چیز است ما در بخش جراحی کار میکنم. ببخشید. خیلی اون صورت اینجا چی بات میکنی؟ اینا دکتر من نیستن پدر، اشتباهی اینجا اومدن. حالا شما برین دکتر بخواین. بچشم ما امیال براتون دکتر میخوایم. توبه این دیگه چه قسم شفاخانه است؟ بر صورت بیازم مسئول پیش دکتر خود میبردم، اما اول باید کتینا یک بار گپ بزنم. او بچه ده اینجا چی میکد ها؟ شما نمیشناسینش مریم سلطان؟ شما خو خبر داشتین؟ خبر چی؟ آل ای دیگه از کجا شد؟ به ایمان است که به خاطر فرار دادن و قانی ساختن ما دروغ گفته. زینب چی گپ است؟ کلی چیزا را برای ما سر گفته میتونی؟ بخشش باشه، به من یک کار بسیار عاجل پیش آمد. من باید از اینجا برم. سیفدا کل چیزا با جزئیات به شما توضیح میده. واقعا نمیخواستم که قسم شوه. بازم ازتان معذرت میخوایم. دخترم تو واقعا با یادم عروسی کردی چطور؟ گفتم خو عروسی کردیم پدر. آی خدایا چی کنم؟ تو برم صبر بده لطفا. تو چی وقت عروسی کردی سیفدا؟ ما همیشه با هم هستیم، همیشه یک جای بودیم. جانم من خو نگفتم که محفل عروسی گرفتیم، فقط رفتیم امضا کردیم و آمدیم. امضا کردین و آمدین همونطور است. رفتین امضا کردین اما ما از هیچ چیز خبر نداریم. من میخواستم سیفدا. مادر جان ما معذرت میخوایم. انتظاری این کار از تو نداشتیم سیفدا. این گپ شما میگین پدر؟ کوکسال حالا بیا که بریم. واضحه که سیفدا فراموش کرده که پدر مادرم داره. مادر لطفاً قسم نکنیم. تو این کار کردی سیفدا. بسیار اشتباه کردی. ما باید دیگه برم. خب ما میایم. تو چرا میایی؟ فشار ما یک کمی بالا رفته. اگه یک بار ببینی باز بد نمیشه. با این کار ضرور نیست به دواخانه بیایی. دستت بته ببینم. اولای شادی بود تمام. نبضت رفته رفته تیز میشه. تو چی فکر میکنی؟ ما هیچ چیزی فکر نمی کنم. چطور چیزی فکر نمی کنی؟ در این صورت خیلی چرا نبضت تیز میشه؟ شاید به خاطر چیزی باشه که میبینم. امکان داره. در اون صورت متوجه باش. یعنی از چیزایی که تو را هیجانی میسازن دور باش. اگه میخوای فشار تحت کنترل باشه باز در وقت. خداحافظ.
چطور امکان داره که من از تو دور باشم؟ خانم دیگو چی شد؟ چرا سیفدا او دروغ گفته بود؟ اصرار میکنه که عروسی کده. چی؟ اما 100% دروغ است آقایگار. امکان نداره عروسی کده باشه. دیگه ای که چلام در دستشان نیست. حتی وقت سیفدا گفت عروسی کده مولا علی تعجب کرد. پیلوت دمی گوشم منتظرت هستم. با دیدن تا کجی کم وقت مانده، اگه میخوایی بریم دیگه. درست است، این آمدم. او تا کجی با موبایل رمزدار گپ میزنه. هیچ کس نمیفهمه که چی میگه. درست است، تو فقط شماره موبایلش با من دیگه خودم. درباره یک کس به نام ودرد گپ میزنه و دیگر پیلوت هم میگه. پیلوت زود پیش تاکاجی بریم سارب. تا وقتی که با مقصد خود نرسیدیم و علی را از بین نبردیم ما راحت بودن نمیتونیم. سیفدا جان تبریک باشه. خداوند جدایتان نکنه انشالله. نفهمیدم. عروسی کدینی؟ اموره میگم. ها البته بسیار تشکر. زنده باشین. دخترم چیلیت کجاست ها؟ چله گفتین؟ راستش من او را در خانه فراموش کردم. از خودی یادم رفته بپوشم. اما قسم نمیشه. یعنی این چیزا مهم اصلا تو نیست. هنوز نو عروسی کردین، بعضی چیزا را نباید فراموش کنی. البته در این صورت من کار میکنم. رفته چلی ما میپوشم. نی روزتم بخیر. روز بخیر. پاکیزه ها چطور هستی؟ خوب هستم جانم، تو چطور هستی؟ اما هم خوب هستم. های من به عروسی کردن استاد علی چقدر خوش شدم برات گفتن. ای خدا مامان تو خداوند یک بالش پیرشان کنه انشالله. آمین. مام زیاد کار بد کردیم، رفتیم دروازه آدم تک زدیم. زیاد کار بد کردیم. اما قسم یک گپ شدم تو نیست. یعنی یک بار فکر کنی در این منطقه او تو کسی نیست که استاد علی به او خوبی نکرده باشه. اما تو راست میگی. ایره میفهمم. در اون صورت چیزی که مربوط ما میشه اویی است که با استاد علی یک محفل عروسی بگیریم. بسیار بد است. او بیچاره هیچ کس نداره، از همین خاطر نخواسته که محفل عروسی بگیره. اما ما برشت یک محفل خوب بگیریم که با استاد علی هم نشان بدیم که او بی کس نیست. تو چی نظر داری؟ زیاد خوب فکر کردی. میریم به کل مردم منطقه خبر میدیم برشان یک محفل عالی و مفشن بگیریم که حیران بانن. چی نظر داری؟ البته که میدونی. حالا بریم دیگه. سلطان امام خانه هاشم میرم. علی سیفدا خواهر تبریک باشه. با مولا صاحب عروسی کردید؟ عروسی کردیم. زنده باشی. بسیار کار خوب کردید. مولا صاحب شما را زیاد دوست داره. انشالله که صاحب 70 طفل خواهد شدید. نفهمیدم 7 که چی است؟ 7 عدد چانسم است. تو عدد 7 خوش داری نه؟ ما هم زیاد خوش دارم. با عدد 7 چی ربطی داره؟ تو درباره طفل گپ میزنی بان بلیوز خدا. طفل خوش نداری چطور؟ البته که طفل خوش دارم، اما 7 دیگه کم چیز نیست. خدا داد نی؟ توی گپا ربان اینو برام بگو که علی رو دیدی یا نی؟ مولا صاحب نیست، رفتن. چی؟ پشت مولا صاحب دق شده؟ ما هم پشت ازگی زیاد دق شدیم. چند دقیقه پیش رو دیدم. میفهمی چشمای میخوایی که او رو ببینه. موبایل تو هنوزم پیش علی است؟ نه، فکر کنم خسته شد. موبایل برام پس داد. میخواستم به ازگی زنگ بزنم اما شمارهش پیشم نیست. خواهر پیش شما شماره ازگی هست یا نه؟ اوف علی. ازگی جانه. خدایا لطفاً علی را چیزی نشه.
پولم کجاست وداد؟ دا طول بکس است. خیر نصیبت. در رابطه با پیلوت از ما چی میخوای؟ اگه به خاطر خیانت میخوای رخصتش کنم باز. تو از امتحان خیانت وقت تیر شدی وداد. موضوع پیلوتم حل میکنم. تو نفرای اطرافت متوجه باش. آها، یعنی میگی رای مرا پاک کو که راحت سر چوکی پیلوت بشینم، اما تو رسه؟ خوب گباس. حالا که پس به گروپ ما آمدی هیچ مشکل نیست، اما فراموش نکو ما هیچ چیز بی بدیل نمیمانیم وداد جان. دو چوکی تو میشینی بخیر، اما جلو او چوکی در دست ما می باشه. ای که جانم جور باشه. تو هرچی بخوایی همو میشه. خیر نصیبت. حالا برو پولای ما بیار. او موضوع هم باز بعدن حل میکنه. حالا دیگه بچه اویگار میای رئیس. میخواین او را هم اینجا ببینین چطور؟ دادان دروازه فابریکه 8 نفر است. یکی در بالاست. در داخل هم یک 5-6 نفر است. این نتونستم حسابشان کنم. سیس حالا بریم و لودار از بین ببریم. بیا خدا نشان بده مرگت نزدیک است. حالا تاکاجی تاکاجی بچیم در کل عمرت پود شدی. حالا بیا برای بیا دیگه که مرگت نزدیک شده. حالا سر منه، سر زندگیت فایر میکنی پیلوت. امرای او لودا یک جای خود مردی دیگه ایچ وقت نور هفته و دیده نمیتونی. ما تو را در زیر هفته و گور میکنم تاکاجی. از اینجا زنده بر آمده نمیتونی. چی شد به غیرت؟
حرکت کو رئیس. وداد او آدم فرار میکنه. اگه فرار کنه دیگه پیداش نمیتونیم. حرکت کن. پیلوت صبر کن. خودم میکشی چطور؟ موتر جان دروازه از فرار نمیتونم. از این طرف رئیس. رئیس همی که به سرک برسیم در اونجا یک موتر پیدا میکنیم. تاکاجی بلوغلو فرش فایر کنین. چقدر راه مونده بچه؟ کم مونده. دو نفر هستن. امی که سه گفتم حرکت کن. سه. تاکاجی استارت شو. زوچو خدا لعنتت کنه. این موتر دیگه از کجا پیدا شد؟ خیریت است مولا؟ تو ده اینجا چی کار داری؟ دستل تو ده اینجا چی کار داری پیلوت؟ نه که شما کتی آدم کار نمیکدین. چی شد؟ پول تقسیم کردن نتونستین. این جنگ به خاطر چی است پیلوت؟ کار چی مولا؟ هیچ گپی نیست. کی گپ اینا خبرت گفته؟ ها؟ من کتی تاکاجی توی خصومت دارم که یا او یا من رابطه وجود نداره. خوب است. حالا پس هم این قسم باشه. اگه آخری قضیه چیز برعکس باشه، قسمی که در پشت تاکاجی افتیدیم اما قسم کاملا دقیق پشت تو هم مفتم پیلوت و من پشت چیزی که بگردم پیدایش میکنم.
حتما باید همین قسم میشد کوکسال. جزام همه قسم کم میشه خیریه. بچه نفر را که کشتیم کده دخترم عروسی میکنه. خداوندم دیگه مرا همه قسم جزا میده. جزای تو را کل ما میبینیم کوکسال. دخترم از دستم رفت. با این راز چه قسم زندگی خواد کرد، چه قسم دا چشم و آدم سیل خواد کرد. عشق، مرحمت، وجدان کلش با هم گدوات شده. چشمای او ای چیز دیده نمیتونه خیریه. او هم را این راز خانه و زندگی جور کرده نمیتونه. هیچ وقت خوشبخت شده نمیتونه. خدا را 1000 بار شکر که مرمی در رگت نخورده تاکاجی. زیاد خون ضایع نکردی نه؟ حق تو را ادا کردن نمیتونم ایگار بچیم. در وقت مناسب آمدی والا. شکر که تو رو مردم دارم. اونا مثل تو یک آدمه. چه قسم در دام انداختن؟ یک چیز فراموش کردم که نباید میکردم. اشخاص مثل ودات از راه منطق نه، از راه احساسات حرکت میکنن. ودات اگه پیلوت هم فروخت باز پیش من مثل یک پادشاه زندگی میکرد، اما مرا فروخت. بعد از این مثل غلام خود ساخت. علی در اونجا چی کار داشت؟ تو گفته بودی نه که با هم یک جای کار میکنن. تو حق بجانب بودی. علی، پیلوت، ودات کلشان هم دست شدن. با ما یک دام کلان جور کردن. اما ما چی کردم؟ نجات پیدا کردم نه؟ حالا به اونا ایتو یک دام جور کنم که کلشان یکی دیگه خدا بکشن. علی؟ علی؟ تو خوب هستی؟ معلوم است کجا بودی علی؟ چی شده سیفدا؟ یعنی چی که چی شده؟ گفتی با دکان میرم، اما که کجا رفتی معلوم نیست. کتت به تماس شده نمیتونه، موبایل نداری، از دست تشویز رو ترق شدم. آدم یک خبر خو میتونه. سیفدا میشه یک دقیقه آرام باشی؟ نه محترم نمیشم. منتظر باش. اینه به تو گرفتم. از این بابت کتت میبریش. هر وقت که زنگ زدم با جواب میدی. خودت خو میفهمی که ما از موبایل استفاده نمیکنم. نه محترم استفاده میکنی. در زیر یک سقف زندگی میکنیم نه؟ باز من نمیتونم کل عمر ما با تشویش تو تیر کنم. سیفدا به نظر زیاده روی نمیکنی؟ یعنی چی که زیاده روی نمیکنی ها؟ ای که چقدر به تشویشت بودم متوجه هستی علی؟ معیده بگی شماره تا ثبت کردی. اگه خواستی از دیگرانم ثبت کردم میتونی، مثلا از خداداد و دیگران. هندازم از بس منتظرت ماندم نان سرد شد. حالا خانم دیگو شب بخیر. شب بخیر. ما فکر کردم که چی فکر کردی؟ حالی که ما دکان بسته کردیم باز، بله یعنی میگم که حالی هم دکانایی است که بسته نشدن. یعنی اینطور است که من میگم در یک دکانی که بسته نشده، مثلا در یک رستوران میشینیم، یعنی با هم یک جای یگان چیزی میخوریم. چرا باید قسم یک کار کنیم ها؟ به خاطر محبت، گپ زدن، همین چیزا دیگه.
سعیس؟ خب سعیس، حالی که تو میگی دفعه دیگه انشالله. راست میگی؟ بله. در اون صورت خیلی بریم دیگه. پیلوت؟ نه بخیر. بالاخره پیدایت کردم. اوف، تو کجا هستی او بچه؟ بیخی ما را از یاد بردی. از رفتن چند ماه شد. گفتن در اینجا دکان باز کردی. گفتم باش که با دیدنت بیم. بیبی ارزش ما را بفهم. پیش هر مشتری خو من قسم نمیرم. جای تو یک کمک خاص است. ما و تو چقدر پروازها و سفرها داشتیم. یعنی منظورش از پرواز حال غلط درک نکن، یعنی خانم محترم مهماندار است. اما تو میگن دیگه. یعنی با هم به خارج از کشور سفر کردیم، یعنی به خاطر سیاحت کاری. اما چی سفرهایی بود؟ خوبی کی هست؟ هیچ هم کارت معلوم نمیشه. ها راستش خانم دیگو دواخانه دارم، تو نیست؟ فهمیدم. کدام چیز ضمانت شدگی دارم؟ مثل چی مثلا؟ مثل چی؟ دوای درد. خانم آسمان مرگی داره نه؟ چرا قسم میگی؟ ماشاءالله درباره خانم آسمان کل چیز میفهمی آقا پیلوت. آی میشه که نفهمم. این درباره کل چیز میفهمم. آسمان خانم محترم، ما و خانم دویگاه حاله یک کار بسیار عاجل داریم. حالا باید بریم، باز ما تو دیگه وقت میبینیم. خانم محترم گفتی؟ آی گفته بودن که تغییر کردی، اما باور نمیکردم. حالا میبینم که چقدر تغییر کردی. خب شب بخیر. اما رستوران؟ آلکت خانم آسمان یک جا به رستوران رفته میتونین. هر چی نباشه هر دویتان با هم خوب جور میایین. لوده بعد از 4 سال دختر تو دیگه از کجا پیدا شدی؟ آی پشت دق شدیم دیگه. چرا پیش من نمی؟ ای طرفان آیا او دخترم به از غلط درک کرد. سعیس اما تو یگان دفعه پیش ما بیا. سعیس خب با مان خدا. هم هایگار هم از طرف آقا کرد هم از طرف تاکاجی یک پلان در راه است. یک جنگ کلان در انتظار است. فراموش نکو هر طرفی که برنده میشه شوه، اما ما برنده حساب میشیم. اگه آقا کرد با ما را از یک دشمن کلان نجات پیدا میکنیم، اگه تاکاجی با ما را تو جای او را میگیری، تمام قدرتی که داری را در پشتت میگیری. به صبرانه منتظر او روز هستم کاکا. ما ملاقاتی که نیاز است انجام میدم. چوکی تاکاجی خالی نمیمانه، اما هر کسی هم او چوکی را گرفته نمیتونه. متوجه هستم کاکا. تو خدا آماده بساز. ما آماده هستم کاکا. کل چیز تنظیم کرده. تاکاجی اول پیلوت احمق و علی لوده را از بین میبره، بعد از آن به حساب آقا کرد میرسه. راهش باز باشه. اگه موفق شوه پیروزیش با هم یک جای تجلیل میکنیم، چیزای غنیمت ما تقسیم میکنیم. اگه موفقم نشه جنازه شا در قبر گور کده، باز وقت موضوع را بسته میکنیم. دویگاه خانم میگی برم. خانم چی؟ دویگاه خانم تو از ما چی میخوایی؟ من فقط یعنی میخوایم وضعیت برای توضیح بدم. مجبور نیستی به من هیچ چیز را توضیح بدی. اما اگر من حال واضح نسازم و برای توضیح نتونم باز خدا راحت احساس نمیکنم. بکو به من چی؟ نفهمیدم. شب بخیر. دویگاه بیبی دویگاه
آقا پیلوت شب بخیر. پشت چیز میگردی چطور؟ شب بخیر. ما به گدام میرفتم. گدام شما از امی طرف را داره؟ ما فکر کنم را غلط آمدیم. خدا کنه که دیگه غلط نکنم. آمین. بازم شب بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. بخیر باشی. سفدا عروسی نکده، فقط نقش یک عروس بازی میکنه. آمدم سر تاکوجی. به نظرم خوب شد که زخمی شد. حال زیادتر قار میشه و علی احمق از بین میبره. باز قسم بازی عروسی دروغی هم خلاص میشه. تشویش نکن، اینام هیچ جای نمیرن. خانه را خناق در ندادیم بچه، هنوز کارش خلاص نشده. بالاخره ای که علی در قبر میره و سفدام در خانه ما میایه بخیر. علی، این قسمی که گفته بودی ارتباطات تاکاجی را بررسی کردم و متوجه یک نام شدم. او آدم هر وقتی که بخواه با تاکاجی ارتباط برقرار کرده میتونه و میتونه تو را به او برسانه. خوب است. پس ما چطور میتونم که آدم ارتباط بگیرم؟ 1 ساعت بعد در رستوران وعده داره. صحیح است. حالا ما میبریم. 1 ساعت بعد در اونجا میباشم. تمام معلومات به این شماره روان کده میتونی. اگه واقعا قسمی که میگی باشه، یادم مرا به تاکاجی میرسانه. درباره بیادرم یگان چیزم میفهمم که با جسد تقلبی مرا به دام انداخته بود. شایدی که بیادرم کجاست او واقعی را میفهمم. اگر میخوایی به من یه خوبی کنی، تاکاجی را برام پیدا کن. به خاطر پالیدن اون نمون که ناخ وقتم ضایع شود. ما این کار کده نمیتونم علی. نمیخوایم که زندگی تو را به خطر مواجه بسازم. اگر به تعقیب تاکاجی ادامه بدی، عاقبتش مرگ است. خدایا چی کنم؟ چه قسم سرگرمش کنم؟ علی؟ سفدا؟ تو کجا میری؟ یک کار دارم که باید بیرون برم. صبر کن، نرو لطفا. چرا؟ راستش سفدا، ما واقعا زیاد عجله دارم. سفدا؟ گردنم دفعتا درد گرفت. چی شده؟ فکر کنم رگ گردنم شخ مانده. پارسالم همی قسم شده بودم دکتر به وقت زیاد قار میشی این قسم میشه باز. زیاد درد میکنه علی. تو هم اینجا منتظر باش. سیس. زیاد درد میکنه. خدایا من چه قسم میره سرگرم بسازم. آرام باش. ای 100% جورش میسازه. بیا اینجا بیشی. حالا دست تپس کو، وقت گرم شوه خوب میشه. حالا بهتر شدی؟ نه خوب نشده. من میخوایم پیش دکتر برو. منو پیش دکتر میبرینی؟ های الهان جان، تو ای
کارای ملا علی رو میبینینی؟ والا چشمای مادرش برآمد ها. بدون اینکه کس از این گپ خبر شو رفته که تو دختر عروسی کرده. خانم دیگه واقعا مرا اشتباه درک کردین. واقعا اینا چه وقت عروسی کردن ما خو از این کار هیچ چیزا نفهمیدم. کجاشه نفهمیدی الهان جان؟ ملا علی خواب رو نداره. تو خیره خوب میفهمی که میگن در این قسم کارای خیر باید عجله کنیم، اما تو نیست ها؟ راست نمیگم میرال حالا منظور ما همی بود؟ جانم منظورت هر چی که بوده خوب بوده. او زنه شما فکر میکنین من از این کارا چیزا نمیفهمم، اما بسیار خوبم میفهمم ملا علی یک آدم عالم دین است. او دخترم دوست داشت رفت عروسی کرد، منتظر چی میبوده؟ اما تو نیست. خوب کرد دیگه. ها انگور میخوری؟ میخوریم. سه ساقا پیلو سبا باز میبینیم. گردنت چطور شد؟ گردنم؟ از برآمدن ما از خانه چند دقیقه تیر شده؟ نمیفهمم، شاید 1 ساعت شده باشه. خوب است خوب است. چی خوب است سفته؟ خب گردن من میگم دیگه چی باشه؟ بیا از حال نزدیک شفاخانه شدیم، یک بار ببینم خوب میشی. نیاز نیست، گفتم خوب شدنی. بیبی خوب است. حالا پس خانه بریم علی. تو به خاطر کدام چیز جگرخون هستی؟ جگرخون هستم دیگه. خانوادیم کتم قار هستن. توکتام ازم قار است. یک تنها تو ده پیشم هستی. از دست استرس رگ گردنم درد گرفته. تو هم خو از ما فرار میکنی. فرار میکنم؟ فرار چی سفده؟ خب نمیخوای کتم وقت تیر کنی. متوجه هستم دیگه علی. به این دیگه چی رب داره؟ تو تنها انسان هستی که همراهش من احساس خوشبختی میکنم. واقعا راست میگی؟ دیگه؟ آی حالا کمی دیگه هم خوب بگونی لطفا. برات انگور بودم دخترم. نه مادر من نمیخورم. زردالو چطور؟ نمیخورم. من خو میشم. شب بخیر. باز تغییر کده. اوف. خانم دیگه ما نه دیگه این قسم نمیشه. بسیار زیاد تشکر. این قسم هم نه. به امید دیدار. انشالله زود صبح شود. شکر که در خانه ما هستیم. بله. موسا برام یک کار پیدا شد، بر رستوران رفتن نتونستم. میشه درباره برنامه سبای تاکاجی برام معلومات پیدا کنی؟ سعیز تحقیقات میکنم. زنده باشی.
من سبایی را چی قسم سرگرم کنم ها؟ در تمثیل مریضی خود دوباره بازی نمیخوره. به خاطر انتقام کلان به پلان کلان نیاز است اویگار. صبور باش مرد. وقتی از کارم خبر شوی ارزش انتظار داره. خب چی پلان داری؟ معلومات بار اضافی سویگار. اگه فایده نداشته باشه به خاطر انتقال دادنش زحمت نکش. اما ایره بفهم پیش ازی که روز نو شروع شوه خبر مرگ ملا را خود گرفتی بخیر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مانده نباشی. خیرت باشه. خدا قبول کنه. آی چی را سل داری؟ از او طرفش بگینی؟ دلیلش؟ دعای کوچه را تغییر میتون. این کوچه بدرنگم بیخی نمود خانه را خراب کرده. آی من کوشش میکنم این وضعیت تغییر بتم. نفهمیدم. کوشش میکنی کدام وضعیت تغییر بدی؟ هرچی نباشه مردم حالا به خاطر تبریکی میاین نی؟ خب وقتی اینجا بیاین باز یعنی نمیخوای بگوین که خانه چقدر مقبول شده یه زنش چقدر با سلیقه است؟ به نظرم تو زیاد موضوع عروسی را جدی گرفتی سیفدا. خب این مربوط عروسی نه، مربوط سلیقه میشه و به این بهانه خانیتم زیاد مقبول میشه دیگه نی؟ بدخو نیست. توی گپ آربان بیا با من کمک کن. میکنی یا نی؟ میکنم اما مشکلی است که من امیالت خانه خود خوش دارم و این کوچه بدرنگم زیاد خوش دارم. خیلی ای صورت چی کنیم؟ اون میزه کمی طرف دیوان نبریم خوب نمیشه. به نظرم جاشه باید تغییر بدیم. بسیار عالی است نی؟ سیفدا من یک چیزم متوجه شدم. گردن تو کاملا خوب از درد مرد خونه میکنه نی؟ ماشالله. باورت میشه مهم میخواستم امیره برات بگویم دقیقا همینجاست نی؟ این قسمت یکم وقت بعد رقم درد میگیره. حتی این قسمت دیگه هم درد گرفته. معلوم میشه. های من به خاطر تو چی فداکاریایی که نمیکنم ولی باز تو رو ببینی درک نمیکنی. ای بس من خدا. به خاطر فداکاریات زنده باشی. بان که این خانه دم یارت باشه. درست است؟ سریست کوچه همی قسم باشه. اما پرده رو تبدیل میکنیم. رنگ پرده رو تبدیل میکنیم. به نظرم زیاد مقبول خواهد شد. این قسمی خوب است. خوبش میگنی؟ سریست اگه پرده های خانه تا این قسم زیاد دوست داری حداقل پشتی ها رو تبدیل کنیم. پشتی های نو بگیریم در خانه کمی تغییرات خرد بیاریم. بعد خونه نمیشه نی؟ زنده باشی بچه. ای پیلوت مرا چرا اینجا آوردی؟ با لیاز خدا همین وقت چای خوردن است. این نمیخوایی بریم اون تاکاجی را پیدا کنیم؟ بچه مکرم امروی کسای دیگه پشتش میگردن دیگه. خبر که رسید میبرایم میره. تو چای تا بخور. بررسی ملاسای بررسی کردن یادا چشم ما خاک میزنه. به خاطر غیبت کردن پشت ملالی همی موضوع را پیدا کردین. ما کدام گپ غلط گفتیم علی خان بیادر؟ بزرگای ما چی گفتن؟ صدای دول از دور خوش آدم میایه. ملا صاحب علی 5 وقتش در جماعت است اما شخصیت او دختر ایج به ملا صاحب نمیخونه. البته کدام فکر غلط میکنه. تو متوجه دنیای دیگران نباش. تو متوجه دنیای خود باش. متوجه دنیای خود.
یعنی هر کس باید متوجه کار خود باشه، اما تو نیست؟ والا ما این چیزا رو نمیفهمم. خداوند به هر کس مثل ملالی یک داماد نصیب کنه. ببینم شب در اینجا محفل عروسیش میگیریم. به نظرم شما بین او بسیار خوش خواهد شد. او آدم در حق هیچ کس بدی نکده. جل جلاله. بعد از نماز سال خاله نریمان است. تو هم میایی؟ البته که میملی هان بیادر. او زن مرحوم سر ما زیاد حق داشت. از ما میاین آقالی ها. خوب است. دخترم ما میایه. او خدا بیامرزه زیاد دوست داشت. خداوند رحمتش کنه. خانم محترمه بود. پیلوت کجا میری؟ مسجد. کجا؟ مسجد گفتم بچه به جماعت چند دقیقه نماز بخوانیم، به روح پدر ما و به روح کسای دیگه ای که فوت کرده دعا کنیم. بیا بریم نماز بخوانیم. به همین بهانه مولوی را میبینیم. حالا دیگه حرکت کو ودت. حالا ودت، حالا حرکت کو. موسا، جای اون نفره که برم دیروز گفتی تثبیت کرده تونستی؟ هنوز نه، اما بعضی گپای شفر دارش ثبت کردیم. اگر تو هم بیایی یک جای حلش خود کردیم. صحیح است، میایم. علی؟ بله. ما باید به خریداری بریم علی. در خانه هیچ چیز نماندنی. سعیس خودت برو خریداری کو دیگه. یعنی چی خودت برو خریداری کو؟ اون قدر سودا رو چی قسم بیارم؟ منظورت از قدر سودا دیگه چی است؟ تو مثلا چی میخوای بخری؟ پنیر ریکوتی، سرکه، برنج، رب بانجان رومی، زیره و دارچینی. به نظرت بسیار جالب نیست سفدا؟ خب راستش بعضی وقت دلم میشه دیگه، چی کنم؟ خب خوب است، اما این چیزایی که تو گفتی ده اینجا پیدا نمیشه. خوب است. یعنی منظورم است که تا وقتی پیدا نکردیم میگردیم. چقدر خوب است نی؟ سفدا تو قصد داری که چی کنی؟ من چی قصد داشتم میتونم علی؟ خب قصد دارم خریداری کنم همین دیگه. ای که در این خانه برای یک مدتی با یک زن زندگی خواد کردیم. خب اگه عادت کنی خوب میشنی؟ صحیح است. دو صورت خیلی بیا که به خریداری بریم. صحیح است. من دست کولم گرفتم میایم. منتظر باش. آیو تا کجی شاید حال پلانی را جور کنم که در کجای ما با مرمی بزنه و ما آمدیم در اینجا وضو میکنیم پیلوت. نه که بعد است بچه. اگه مردم وضو کردن میموریم. چی گپ است دیگه؟ حالا وضوی تا بگی، زود باش. مردم چه قسم وضو میگیرن؟ چه قسم وضو میگیرن؟ دست تا آرنج میشوی و روی تا میشوی خلاص. آیا قسم باز وضو میشه پیلوت؟ چرا نشه ودت؟ این وضو از خود قاعده و قانون داره. گوش آرام ای قسم یک چیز میکنی. با گوش دیگه چی ربط داره بچه؟ فکر کنم امرای گوشام هم یک چیز میکنن. مسا میکنه مسا. گوش آرام نسا میکنی. بچه مینه است چی است دیگه؟ چه قسم میشه او؟ مچم فکر کنم باسی انگشت میشد یا که دو انگشت بود. اگه مشکبانه اول از پای شروع میکنیم چطور؟ بچه می قسم یک چیز امکان داره. نام خدا مسلمان میگیریم یک وضو کردن یاد نداریم. بسیار بد است به خدا. های پیلوت بیا از اینجا بریم یک ملارم امرای خود ورداریم بنگر ببریم. هر چیزی که بود به ما یاد بده دیگه. وردار ودت وردار. بیازو گناه ما کم است. تو هم این کارو بکو که در گناه غرق ما کنی. چرا نشه ودت؟ این وضو از خود قاعده و قانون داره. صبر کو بچم صبر کو. وده تو هم از دین و ایمان بخی دور شدی به خدا. بی شاید نمازم وقت شده باشه. هفته هم در خورده. بیازو یک روز خو 5 وقت نماز می باشه دیگه شه میخونه. صبر کو بچم صبر کو. تو هم به فرار کردن جای میپالی. شاید شام هیچ پس نیاییم. کم از کم یک دفعه سر ما رو خو به سجده بانیم.
خدا داد یک چند دقیقه اینجا بیا. او پیلوت بیادر، خداوند قبول کنه. خیر ببینی. آمین. تو ای وضو گرفتن یاد داری نه؟ یاد دارم. در اینجا او نیازی 7 سالک است نه، او هم یاد داره. او بیادرک خردش 5 سالک است، او گکم یاد داره. بچیم در این منطقه فقط ما و تو هستیم که وضو گرفتن یاد نداره. خب با ما نشان بده چه قسم وضو میگیری، ببینم که صحیح میگیری یا نه. باش گیرم بکشم. اول تر از همه دستای ما را میشوییم. بعد از او باز دانه ما را اوکش میکنیم یک قسم. بعد از او بینی ما را یک قسم. بعد از بینی باز روی ما را میشوییم. بعد از او دستای ما را تا آرنج میشوییم. 3 بار کلش از خود. باز اینی دست چپ خودم 3 بار تا آرنج میشوییم. 3 بار گفتم براتون. خب بعد از او باز سر ما را قسم، گوشای ما را مینقسه. بعد از او گردنک ما را قسم مسل. منظورت از مسل چی است؟ یک بار دیگه برام نشان بده ببینم تو چه رقم مسل میکنی. این قسم یعنی همه قسم است. یعنی چی؟ امی است دیگه مسل کردن. خب بله امی است. بعد از او هم باز پایای ما را میشویم. اول پای راست ما را، باز پای چپ ما را. همه قدر است. درست وضو گرفته تا مستم بیادر. آفرین، خدا داد بچش. از امتحانی که ازت گرفتیم کامیاب شدی. فقط وقتی مسا میکردی یک قسم دستت از بیرون نه از داخل بکنی باز بسیار ثواب زیاد میگیری. فهمیدی؟ برو ودت برو. ای پیلوت، این موضوع وضو خب به یک شکل حل کردیم. حالی موضوع نمازه چطور کنیم بیادر؟ کاملا به همون شکل بچه، مثل دیگرها. تو برو خدا در پالی خدا داد بچسبان، ما هم یک نفر به درد بخور دیگر پیدا میکنم. اوف مادری کارایی که تو در منطقه میکنه هیچ خلاصی نداره به خدا. امیرال خانم جان یک دقیقه صبر کنین. سلام. آها پاکیزه بیا بیا بیا. چی کنیم؟ چطور شد همه به سلام خانم ما گپ زده تا نیستی خانم میرال؟ البته جانم، صبح دامدین فرصت ما به خانه بیرسل رفتم. بعد از اونجا به خانه خانم آسیا رفتم. برش گفتم با استاد علی محفل عروسی میگیریم. گفت تشویش نکن، امرای شوهرش گپ میزنه. مسئله دلمول باشه حلش میکنه. بسیار کاری خوبی کردین، اونها زیاد کسا را بشناسن. بله. ای آفرین به یک تو. یک دقیقه مولا علی و سفدا از این محفل خبر دارن یا نه؟ های دخترم این موضوع متعجب کننده است. نه چیزایی که کلگکت کار نمیکنه هیچ غرض نگیر. ما به تو چی گفتم؟ فقط تو در فکر تزیین باش. حالا برو تو قناه بگی و بعد تزیین شروع کن. حالا دخترم. حالا جانم خسته نباشی. هنوز کارهای زیاد ما مونده. حالا جانم بریم. صدق لا من رضاسın kıl talep. Ey azizler işte başlar söze bir vasiyet kılar zillah size. وداد ما هم باید به خاطر ارنیکو یک ختم بگیریم. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya
beni ol bir dua ile ana. پیلوت این عبادت و وضوع به یک مهم بس است. من میرم دیگه. خوب است درست است. برو درباره او تاکاجی اگه کدام خبر شد بگو باز. تو تشویش نکن، من یک کار میکنم. برش می درست متوجه خود باش. خداحافظ. خداوند قبول کنه. صبح دواخانه رو دیدم اما تو نبودی. یعنی شما نبودین. کم کار داشتم. اگه تو زنگ میزدی باز برات میگفتم. ما وقتی در این طرف ها می باشم باز گفتم با هم دیگه روبرو گپ بزنیم. باز بسیار خوب می شد. اینه دیدیم دیگه. برو خداحافظ. خدا قبول کنه بیادر. خدا قبول کنه. خداوند قبول کنه. آمین. بفرما. بریم. اگر کدام چیز دیگه مونده باشه رفته برم اونارم بیارم. آی تو هم دیگه مبالغه میکنی. به خدا چی گرفتیم؟ فقط یک چند تا چیز. فقط یک چند تا چیز. خب بله، فقط یک چند تا چیز. حالا بریم دیگه. ده موتر بالا شو. یک کار برام پیدا شد اما فکر کو حلش کردیم. تقریبا تا 2 ساعت دیگه اونجا میرسم. نه از دستم فرار کردن نمیتونی. علی فکر کنم یکان چیز فراموش کردیم. باید بریم بگیریم. نه سیفدا اگه بعد از برآمدن ما از اونجا کدام چیز نو دیگه کشف نکرده باشی پس چیز نمانده. ها زیاد خنده دار بود. حالا دیگه بلیاز خدا ده موتر بالا شو سیفدا. واقعا خودت هم زیاد خنده دار هستی. علی هان. بله. خوب شد که تو را دیدم ها. سلام آقا پیلوت. سلام به شما. سلام. های علی هان جان، من چیز پرسان میکردم. تو مسئله میوه خشک نوشیدنی را حل کردی؟ ما کاملا نور فراموش کردم میرم. های نکو دیگه. های علی هان، یعنی از دست تو همه قدر کارم ساخته نیست. توبه. حالا چی کنیم؟ بدون خوردنی خو امکان نداره. البته که امکان نداره دختر. اگه خواسته باشین من حلش میکنم. راستی؟ واقعا ها؟ البته بیاز ما مال از این منطقه حساب میشه. در شوربا کمی نمک از مام باشه دیگه. در نتیجه استاد سرمام خود قدر حق داره. همون تو نیست؟ واقعا زیاد مهربان هستین علی هان جان. خیلی تو هم رفته مسئله چراغا و گروپ ها را پس حل کن. درست است، ما او را حل میکنم. اون مولالی آمد. مولالی های سلام. من یک 2 دقیقه آمدم. میتونین دوباره یک چیز امرایتان گپ میزنم؟ البته. میایم. اما واقعا به یک دیگه خود بسیار میزیبن. خوش آمدین. تبریک باشه. خداوند خوشبختتان کنه. خداوند جدایتان نکنه انشالله. با پای هم پیر شوین. زنده باشی. راستش استاد علی،
دیروز مردم منطقه واقعا همراه شما رفتار بد کردن. یعنی بالاخره چندین سال از که همسایه در بدی والا سیمامتون نیست. او قسم پشت دروازه تان آمدن و سر و صدا کردن واقعا کار بد بود. اصلا او کار ما درست نبود. ایران باید برتان بگویم که همگی بسیار زیاد جگرخون شده. اوف والا زیاد جگرخون شدم. زیاد جگرخون شدیم، به همون خاطر فکر کردیم که ما این کار بد را که کردیم تلافی کنیم. از همون خاطر ما تصمیم گرفتیم. با خود گفتیم که آلی خمولا علی عروسی کرده اما محفل نگرفته. با او خاطر در بین خود ما یک تجلیل کوچک کنیم. نظر شما چی است ها؟ بله همه قسم گفتیم. لازم نیست اما واقعا زیاد تشکر. امکان داره لازم نباشه استاد. خوشی ها با تقسیم کردن زیاد میشه همونطور نیست؟ البته جانم لطفا قلب ما را نشکنانی. به خاطر که ما را ببخشین دیگه هیچ راه نداشتیم. یعنی بیا از کل چیزا آماده است. لازم نیست واقعا لازم نیست. اما تو نیست سفدا؟ به بهانه تجلیل میتونم که تمام روز علی را فریب بدم. دستت بسیار خوب بوده میتونه. آفرین به تو دختر. کاملا یه عروس لایق منطقی است. های ماشاءالله. سفدا میشه یک باری طرف بیایی با هم گپ بزنیم؟ خب البته ما باید در بین خود یک بار گپ بزنیم. گپ بزنین شما گپ بزنین. سفدایی تو چی میگی دختر؟ چرا قبول کردی نمیگفتی؟ تجلیل چی؟ با دروغی عروسی کردیم حالا باید تجلیلشون کنیم؟ خیلی چی میکردم ولی زیاد چلگی کردن. خب در بین خود یک محفل خورد گرفتن دیگه. رفت اشتراک میکنیم دیگه چی گپ است؟ نمیشه سفدا و دیگه بیشتر از این من دروغ گفتن نمیتونم. حقیقت میگم کل چیز خلاص میشه. هر کسم که مشکل داشت آماده همراه ما گپ بزنه. اگه واقعا این کار کنی باز دیگه روی مرا دیده نمیتونی علی. هرچی نباشه ما از خود غرور دارم نی؟ حالا بیا. ما تصمیم گرفتیم تجلیل کردن میتونیم. خیر قسم. های دخترم هیچ لازم نیست که تو کدام کاری کنی. تو فقط آمادگی تا بگی مطابق کل چیزا ما حل میکنیم. البته ما حل میکنیم. حالا اینجا استاده نباشین بسیار زیاد کار داریم. بریم دیگه. حالا خداحافظ. علی حجت کارای برقه فراموش نکنید. میکنم. روزتان خوش. خداحافظ. با امان خدا استاد علی. حالا دیگه بریم. سفدا ما تو را خانه میرسانم بعد از اون میبریم. نمیشه علی. به خاطر چی نمیشه؟ به خاطر چیز. خب حال مردم منطقه به خاطر ما آمادگی میگیرن نه؟ خب یگان چیز ضرورت است. مثلا کالا ضرورت است. ما خب کالا نداریم و دیگه چلام نداریم. به نظرت نمیگن که چی قسم عروسی کردن است؟ البته که میگن. سفدا به خاطر که با مردم دروغ گفتیم زیاد جیگرخون هستم. اگه حالی بازی های تفلانه را بس کنیم بسیار خوب میشه. درست است جانم. فقط یک کالای مناسب به خاطر شب میگیریم و یکی دو دانه چلم میگیریم. همه قدر. سفدا برات میگم که کار دارم. برات میگم که مهم است. کتی توکچه برو بگی. درست است جانم. خیچله را میرم امروی توکچه میگیرم. رفته به اندازی انگشتو میگیرم. اوف. خب به نظر تو این خوب است یا ای؟ با ما فرق نمیکنه. یعنی چی که فرق نمیکنه؟ بالاخره سالای چله را باید انگشت داشته باشی نه؟ گفتی سالا. ها خب من ایره به این خاطر گفتم که حالی که میگیریم در این صورت باید مقبول باشه. هموته نیست. فهمیدم. یک بار دسته پیش کو ببینم. هم بیخی اندازه کلکت هست. به نظر خودت چطور است؟
نمیفهمم. مقبول است مقبول است. گوش کن چی میگم. این انگشتر کشیدن نمیتونی، با خبر باشی. اگه کارت خلاص شده باشه که بریم. نه که تو گپه من نمیفهمی علی. آی همین قسم لبروی ترش استاد میباشی. گوشکو با مادرمشون خبر دادیم، اونام میاین. اگه پیشوری اونای تو کارا کنی باز برات بسیار بد میشه. خب به اونام خبر دادی؟ خب البته که دادم جانم. در منطقه قدر آمادگی ها گرفته شده، اونام حتما خبر میشن. این بار بدتر سرم کار میشدن، باز هیچ وقت مرا نمیبخشیدن. توبه کردیم خدایا، عاقبت ما را بخیر بسازی. آمین آمین. خدا داد بس است دیگه. خدا داد زیاد پفش نکن که میکفه. خدا داد نخیر نخیر. خدا داد بیبی اصلا خواهد کفید. خدا داد خدا داد. ها کفید. ما برای چی گفتم؟ چی گفته بودی؟ آی حالا بگی پوقانه را پف کن. حالا دیگه اگه یک بار دیگه کسی پوقانه را بکفانه باز ما وقت سر تمامتانه میکفانم. نه ای بار برای تو وعده میتم نمیکنم. خودت ببین ای بار به خاطر عروسی بسیار مقبول تزیین میکنم. زیاد خوشت خواهد آمد. شاید که یک روز به خاطر ما اینجا تزیین شود. پوقانه را پف کن. خدا داد خدا داد پدر. ایست که خواهرم تو را دوست داره. ای تو چی میگی ها؟ خدا داد ایست که خواهرم دوست داره. خدا داد ایست که خواهرم دوست داره. ما ببینه چوب شوی. والله اگه یک دست دیگه ایگه پزده دو مقطع نمیتم. چوب شوی نگر ایلت تو میکنی. کجا میری؟ صبر کنین حالا مقطع نمیتم. آی زیاد مقبول است. باشی را ببینم. آی نه ای زیادتر مقبول است. میبینم این موضوع تجلیل کردن ساعت تو را بسیار خوب تیر ساخته. خب شاید به این خاطر باشه که اولین بار از عروسی میکنم. سیفدا ببین موضوع مزاخ یک طرف بانیم. به خاطر تجلیل امشب زیاد خو نمی ماما تو نیست. یعنی به خاطر تو ما بله گفتم، اما دی قسم دروغا ما زیاد خود خورد احساس میکنم. به این قدر مردم دروغ گفتن، فریب دادن اونا زیاد گپ خوب نیست. خداوند ما را ببخشه. سیس برای یک نیم ساعت میباشیم باز خسته میریم. به خاطر ما قدر آمادگی گرفتن نی دیگه که یک تبریکی به ما میتر خلاص میشن. هم بر صورت تو حالی گپ آربان بگی ایره یک بار امتحان کن. البته ای گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی چی بفهمم از حالتت قسم معلوم میشه که نمیخوای بیایی، از خاطر گفتم. دیگه خواهر تو براسی نمیایی؟ ملا صاحب زیاد خفه میشه. شاید یک سر بزنم. خدا حافظ. کاکا خدا داد بیا دیگه تو هم آقا پیلوت شما میجستین؟ خوش شدم که شما آمدین. راستش ما ای پوقانا را پف کردن نمیتونم آقا پیلوت. به خاطر ما شما ای را پف کردن میتونین؟ های پوقانه چی پف کردن چی بلیاز خدا. بیبی خانم ازگی بعضی چیزا غلط درک میشه. بیاز روز پیشم گفتیم ما برات وعده کرده بودم که نان یک جای میخوریم. ای که شما در کدام دنیا خیال پلاو میزنین من نمیفهمم، اما باره دیگه قسم نکنین. درست است؟
خانواده عروسمم اینجا بودن. انشالله خوش و خوشبخت شوین، در یک بالش پیر شوین بخیر. های او تک داماد پیدا کردیم که هرچی توصیفش شود بازم کم است. ها خوش آمدین. دخترم گفتم میشه که کالای عروسی تا فراموش کنی، از خاطر ما برات گرفتیم. خب کالای چی؟ ایره بیبی در روزی آدم چی را میپوشه دخترم؟ بیبی این لباس عروسی پاکیزه خالیت است، بعد از عروسی بار دوم است. گفتین کالای عروسی؟ بسیار زیاد تشکر، اما هیچ لازم نبود. یک قسم یک چیزم امکان داره. یعنی چی که لازم نیست؟ ایره در محفل میپوشی. اگه کدام اتاق مناسب داشته باشین بیاین که یک باری لباس امتحان کنیم. حالا دیگه حالا بفرمایین. شما اینجا استاد نباشین لطفاً بفرمایین. ملالی در عروسی دختر خود ما به صفت مهمان خیست آمدیم. چی کنیم خیریه؟ یام دیگه جزای ما است. یعنی خواهرم باید امی رقم عروسی میکرد؟ بیا بچه بیا، عروسی از محفل از هرچی که از بریم که خلاص شوه، خسته شدیم دیگه. والا بسیار خوبش میگه. چقدر مقبول شد، بیخی کاملا در جانش فکس بود، فقط به همو دختر شده باشه. باش که بگیرم کثیف نشه. های ماشالله. مقبول شده، بسیار مقبول شده. هیچ کسی شور نجایت صداش. مادر جان گوش کنین، مردم ما منطقه خواستن در بین خود یک محفل خرد بگیرن، بسیار زیاد اصرار کردن. مام چی میکردم دیگه؟ توی کدر سفدا حالی دیگه چی هست؟ راستش فکر کنم زیاد مبالغه کردن. منتظره چی هستین؟ برین دیگه، برین از این طرف برین. چقدر خوب شد نه؟ یه قسم محفل عروسی. هرچند کمی متعجب شدن اما راست میگی؟ با تو هم عجیب معلوم شد؟ یعنی مثل که دفعه تنی شده باشه نه؟ نه، یعنی بالاخره عشق همی است. عشق همراه انسان چی کارایی که نمی کنه. و ببینه خدا شاید است چقدر اینا به هم دیگه میزیبن.
بیازوی استاد، به خاطر ای دختر از جان خودم تیر بود، میفهمی؟ تو از کجا میفهمی؟ من آدم عاشقه از چشماش میشناسم. مطمئن هستم که به خاطر سیفدا جان خودم آماده بود بته. ما میمرم به خاطر خانمی که دوستش دارم. ما میمرم. اگه 1000 جانم داشته باشم کلشو میتم. من خود کدام چیزی نگفتم که قار کرد. دخترم تو هیچ جایی نمیری دختر جان. اگه میخوایی خود آزار نتی باز از این جای هیچ جایی نمیری. ها بگو چی؟ بچم کی ودات اختطاف کرده؟ استاد او تا کاجی به غیرت او عدت ما رو گرفته. تو درباره کارهای موبایل و سیگنالاش چیزی میفهمی؟ نمیتونیم از طریق موبایل پیداش کنیم؟ نمیفهمم حال هیچ وقتی گپا نیست، اما مسئله مرگ و زندگی بیادرم است. اگه تا کاجی رو پیدا کنم باز بیادرم من پیدا کردم میتونم. بریم. نه استاد، عروسی تو هست. تو از طریق موبایل جایشو بر ما بگو دیگه خلاص هستی. گپا دراز نکو پیلوت. بریم. شمارش بگو. 0532 369. حالا استاد کمی عجله کن. پیش از اینکه بیادرم چیزی شوم من باید اونجا باشم. پیداش کردم. حالا بریم. تو باش استاد. تو نیا. تو میماندار هستی. عروسی تصنیه بیادرم. بانکی تصمیم خودم بگیرم پیلوت. برعلاوه فکر نکن که به خاطر تو میایم. من همراه تاکاجی یک حساب جدا دارم. بریم. رئیس، علی و پیلوت با هم یک جایی می آین. خوش بیاین، صفا بیارن. من میفهم کمرشان چی کنم جانم. های جانم داماد کجاست؟ نمیفهمم.
علی هان جان که وقت نماز است چطور؟ نماز چی بلیاز خدا میرال 2 ساعت میشه که نماز خوفتن خوانده شده. راست میگه. سیفدا دختری آدم چی شد؟ نمیفهمم توکچه. یک دفعه گم شد رفت. انشالله اگه نبیه نجات پیدا میکنیم. اگه نیایم چی میشه؟ ما را بیاب کد، خودم بیاب کد بس از کوک سال. اگه سر به داد کدام بلای بیارنه باز خدا اصلا بخشیده نمیتونم استاد. پدر مرحومم میگفت که بچه ام ودت است و کده کلان است، اما تو باید متوجه او باشی و به او کمک بکنی. تا 15 دقیقه دیگه اونجا میرسیم. طرف ما بیبی پیلوت وقتی تاکاجی را پیدا کردیم هوش کنی کوشش از بین بردنش نکنی. ما همراه از او بعضی حسابای دیگه دارم. وعده داده نمیتونم استاد. ما هم یگان تصفیه حساب دارم همراه او آدم بی غیرت. اگه پیش از گپ زدن ما کوشش کنی که تاکاجی را از بین ببری، باز چیزایی را که قرار است از او پرسان کنم از تو پرسان میکنم. حتما منصرف شده. چرا باید منصرف شوه؟ او کلان آدم است، طفل خونی است که نفهمه ها. این کار هیچ درست نیست. من خوب براتون گفته بودم عاقبتی کارم تو میشه. این کارم از کدن است. این کارم از کدن است. از عروسی کدن کده خواهی خوب است خیریه. تو از پشت سر برو. بچه مینا کجاستن؟ ده اینجا هیچ کسی نیست. خوش آمدین. اینجا هستم. نامرد، اگه ودت چیزی شوه تو را با دستای خودم میکشم. انسان نامرد، فهمیدی؟ آرام باش پیلوت. تشویش نکن مولا. به خاطر تو هم یگان چیز آماده کردیم. از حدتان زیاد گذشتین. با او خاطر خواستم که شما جوانا را متعجب بسازم. حال خاط فهمیدم که شما چقدر اینا را دوست دارین و به خاطر اینا شما یکی دیگه تا نباید بکشین. نامرد، تو به آسانی نمیموری، فهمیدی تاکاجی؟
میخوایی چی بگویی تاکاجی؟ زیاد ساده است ملا. از اینجا از شما 2 نفر فقط یکیتان میتونه که زنده برایه. کسی که زنده مبرایه با کسی را که دوست داره میرسه. یعنی شما یکیتان باید بکشین تا با دوستایتان برسین. یه دیگه چه قسم رزالت است ها. حتما برش کدام کار بسیار مهم پیدا شده، شاید عاجل بوده باشه. از این کده دیگه چی عاجل بوده میتونم میرال؟ راست میگین. انا میفهمم. تو به خاطر او آدمی که تو رده ای میست تنها مانده ما را تباه کردی و از ما گذشتی ها دختره؟ مادر لطفاً چی کدین بخیر؟ فیصله تو نکدین یا نه؟ ها؟ کی باید بمره و کی باید زنده از اینجا برایه؟